هموطن عزیز سیکو ببین این خیابان های ایران است که مقایسه کردی، یک لاین، دو لاین، سه لاین، 4 لاین داره در دو جهت مختلف. برق 24 ساعته همونجی روشن و موترهایی هم که روی سرک ها میبینین پراید هستن 0 تا 100 یار خود اینا تولید میکنن سوار میشن، هرچی هم میخواه باشه، فرغون از هرچی است. و تولید ناخالصی کشورشان در سال گذشته 260 میلیارد دلار بوده. خب این هم خیابان داخل کشور ماست، البته بیرون از شهر است، به هر حال خیابان است در کشور ما. خیابان سعی کن به چی شکل است و یک لاین است در کل و بیرون هم که اصلا گفتن نداره. اصلا این طرز شیشتن از این فرهنگ هم که هیچی، پلاک هم نداره، موترهای دست دومی که از امریکا وارد کشور ما و شما میشه و هیچ چیزش در کشور ما تولید نمیشه و تمام سرانه تولید ناخالص کشور ما در سال گذشته 14 میلیارد دلار بوده. ایران حدوداً 250 میلیارد دلار از ما بیشتر داشته و ما میریم در کشور اونها پراید سوارها کارگری میکنیم. همون کسایی که پراید سوار میشن، ببینید که کار شما خود تحقیری است. این کار فکر میکنن که کار جالبی است و اونا رو تحقیر میکنن و ولی خودتان رو تحقیر میکنن.